چه موقعیتی رو از دست دادن یاران صنعت نفت. شاید خودشون هم فکر نمی‌کردن که همچین توپی اونجا در منطقه جریمه گیرشون بیاد. این صحنه رو نگاه کنیم. سیاوش اکبرپور. به بازی برگردیم ببینیم اونجا فرصت هست برای تیم استقلال. ضربه سر حالا توی دروازه پژمان منتظری دروازه رو باز میکنه. بله، تیمی که گل نزنه گل میخوره. این دیگه یه قانون نانوشته در فوتباله. 1 دقیقه پیش صنعت نفت میتونست گل بزنه، نزد، حالا گل خورد و استقلال 1-0 جلو افتاد. پژمان منتظری انگار یه مقدارم از حال و هوش رفته. حالا امیدواریم مشکلی هم نداشته باشه و بتونه باز هم در تیم بازی بکنه. او بازیکن تیم ملی ما هم هست. اینجا نگاه کنید، این ضربه زده میشه و توپ توی دروازه جا میگیره. استقلال دوباره به صدر جدول برگشت.